ای بنده های من شما فقط مرا بخوانین، من شما را اجابت میکنم، من شما را قبول میکنم، دعای شما را قبول میکنم. خداوند جل جلاله در این آیت برای همه بندگانش گوشزد میکند. خداوند جل جلاله آیه مبارکه فرستاد در باب دعا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. خداوند این آیت در سوره مبارکه غافیر آیه 6 با ما و شما بندگانش گوشزد کرد که خداوند میگه که ادعونی استجب لکم، ای بنده های من شما فقط مرا بخوانین، من شما را اجابت میکنم، من شما را قبول میکنم، دعای شما را قبول میکنم. خداوند جل جلاله در این آیت برای همه بندگانش گوشزد میکند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، در دوام این آیت خداوند میگه اون ذاتانی که اون انسانهایی که استکبار میکنن، کبر میکنن، اونهایی که خدا را نمیشناسن و متکبری میکنن از عبادت پروردگار، سیدخلون جهنم داخرین، زود است که پروردگار اونها را یک فرصت قلیل اندکی میدهد، بعد از آن اونها را داخل جهنم میکند. این آیه مبارکه گوش زد برای همه بندگان پروردگار جل جلاله است که همه وقت خدا را دعا بکنیم، بخوانیم، التجا بکنیم که خداوند جل جلاله به ما و شما توفیق عطا بکند. که توفیق این یک شیء عظیمی هست که خدا او را به هر کسی عطا نمیکند مگر که فقط به دوستداران خودش عطا میکند. این آیه مبارکه دلالتی بر اون میکند که ما و شما دعا کنیم، دعای ما و شما را خداوند اجابت میکند.